نرگس مرادآبادی عزیز سلام، خیلی خوش اومدی به استودیو راهکار در رویداد 9 ژانویه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. تیم حرفه‌ای و هماهنگ و عملگرای آقای قربانی و مجموعه راهکار و راه پرداخت، چقدر همه چیز قشنگ و خوب پیش رفت. ما که خیلی انرژی گرفتیم، کلی دوست جدید پیدا کردیم، کلی چیزی یاد گرفتیم. ان شاءالله که سال بعد هم بهتر از امسال. مرسی ازت. جایزه نمیدادیم موقع مثلا ازم بازم تعریف میکردی؟ آخه من این تعریفا رو همیشه پشت سرتون و به خودتون و دوستان مختلف گفتم. شفاف کنیم بعضی جایزه رو. تبریک میگم بابت ادیت. سنگین بود نه؟ اوکی بود؟ بله، من حالا همونجا رو سنگ گفتم، هم بعداً استوری کردم که هدیه زیبا و سنگین، بسیار سنگین. آره سنگین. خودم حداقل 4 تا 5 کیلو بود. فکر کنم مثلا 4 بودم، فکر کنم 3 کیلو باشه. آره سعی سنگ گفتیم و هر چی داری آهنداری بریز. هر چی داری رو کن. در صد خیلی خوشحالیم که تو رو کنار خودمون داریم. مرسی از اینکه با ما همراهی. من برای سوال اول بریم سراغ گفتگوی خودمون. ببین تو خب تو توییتر خیلی فعالی، رویداد برگزار می‌کنی، گالری‌های خودتو داری. خیلی رو صحبتایی که می‌کنی حساب باز می‌کنن، شاید بر مبنای صحبتایی که انجام میدی میرن ترید می‌کنن، وارد این فضا میشن و کار می‌کنن. چقدر بار مسئولیت رو دوش خودت می‌بینی تو این فضا؟ حقیقتا خیلی خیلی زیاد. یعنی من یه زمانی بود مثلا 3 سال پیش خب خیلی مخاطب کمتری داشتم، انقدر راحت حرف میزدم. یعنی اصلا شما توییت های اون زمانا رو قبل از 2020 رو مثلا اگه برید ببینید، اصلا انگار با یه آدم دیگه مواجه میشه. ولی از یه جایی به بعد به شدت این تاثیرگذاری هر روز بیشتر و بیشتر شد تا یه جایی. حالا یه اتفاقی هم که افتاد و من حد این تاثیرگذاری رو فهمیدم، زمانی بود که من یه مقداری تتر داشتم، میخواستم اینو نقد کنم به ریال. سوال کردم، گفتم مثلا به فلان صرافی من ببرم تتر رو مستقیم بزنم میخوام ریال کنم. اخیراً انجام دادید تراکنش مستقیم به صرافی رو تتر؟ میخواستم ببینم که اتفاقی نیفته، یه وقت فریز نشه یا هر چیزی. یه عده بعدن اومدن به من گفتن که با این حرف تو ما به این نتیجه رسیدیم که تو ارزاتو فروختی، تتر کردی، الان تترت هم داری ریال میکنی. و با اون توییت من که اصلا هیچ ربطی به تصمیم معاملاتی من تو بازار نداشت، رفته بودن ارزاشون فروخته بودن. یعنی تا حالا اومده کسی بهت بگه آقا من به خاطر کاری که تو کردی تو این فضا رفتم یه کاری کردم ضرر کردم و بدبخت شدم؟ آره، هم افرادی بودن که بعضن حتی مثلا من یه تحلیلی گذاشته بودم یا یه پوزیشن معاملاتی گذاشته بودم که حتی حد ضررش هم مشخص بوده، بدون حد ضرر معامله کرده بودن. اون پوزیشن حالا شانسی تصادفی استاپ خورده بود، اینا لیکوید شده بودن. هم این متاسفانه بوده. واکنش چی بود اون لحظه؟ خب خیلی ناراحت میشه آدم واقعا و یک انرژی منفی خیلی زیاده انگار به سمت آدم میاد. آدما چی میگن بهت مثلا؟ ببینید حقیقتا این چیز نه آدما ریسکشون رو درک کردن، خودشون اینو چیز میکنن که این مسئولیت با خودشونه. اینو میدونن افراد که دیگه الان مسئولیت با خودشونه، چون ما حقیقتا توی فضای پابلیک داریم این کانتنت رو منتشر میکنیم. از یه جای خیلی یعنی از 2 سال خورده پیش به اینور من حقیقتا آنچه که میخوام در مورد بازار صحبت کنم یه جور بی سر و تهی صحبت میکنم که اصلا هیچ برداشتی نشه ازش کرد و کسی نتونه باهاش معامله انجام بده. هم این بوده، هم خیلی آدما بودن که به همین شکل اومدن، حالا برعکسش اون قسمت مثبتش رو ببینیم، سودای خیلی عجیب غریب کرده بودن و خیلی خوشحال و خندان تشکر میکردن. خب این بی سر و ته بودن یا بگه من یه صحبت بی سر و ته میکنم، این بار علمی تو رو نمیبره زیر سوال. چرا؟ تحلیل تکنیکال نمیگم آقا مثلا خب نرگس مرادآبادی که به کریپتو لیدی معروفه، آره این تحلیلشه، مثلا این چرت و پرتی مثلا داره میگه، مثلا تحلیل میکنه. چرا این نقد رو اخیراً حالا حتی بعضی بچه‌ها توی توییتر هم که فیلدشون با ما یکی هست و خودشون هم تحلیلگر هستن، تریدر هستن، خیلی میان میگن که خب این مثلا نقطه فیل شدن تحلیلت کجاست؟ خب تا کجا میره؟ الان اینو گفتی، خب تا کجا میره؟
این نقد حقیقتا الان به وضعیت کانتنت فعلی من وارده. چون الان من خودم دنبالت میکنم تو توییتر، مثلا میبینم مثلا میگه قیمت بیت کوین رو تحلیل میکنه، من تهش من نمیفهمم که الان رو قیمت بیت کوین خیلی خوشحالم که هیچ نتیجه قراره بخوره زمین یا بره بالا. آره حقیقتا من اصلا هم ادبیاتی که صحبت میکنم یه جوری صحبت میکنم که فقط بچه‌هایی که خیلی حرفه‌ای هستن، اصلا تکنیکالیست هستن متوجه بشن حرف منو، چون میتونی یه جوری صحبت کنی که اصلا به نظر میاد تکنیکال هم خیلی الان متوجه نمیشن چی میگی. نه اونا خوب میفهمن من چی میگم، ولی این نقد الان وارده، ولی به انتخاب خودم این اتفاق داره میفته، چون واقعا اگر من به هر نحوی با دیتیل بیشتر یه مقدار صحبت بکنم نشه و هر اتفاقی بیفته و خدای نکرده کسی به حرف من بره ضرری براش اتفاق بیفته، من اعتقاد دارم انرژی منفی اون ضرری که کرده اینا همه به زندگی من برمیگرده. یه موضوعی که الان در مورد تو مطرحه در خب فضای محتوایی که داری کار میکنی اینه که الان خب میگی که میتونی راحت بری الان خودت شخصی ترید بکنی، سودتو از بازار ببری، کارتو انجام بدی. وقتی که میگی من مسئولیت دارم که این طرف کسی مثلا آسیبی چیزی نبینه، چرا پس داری این کارو انجام میدی، تو فضای عمومی داری انجام میدی؟ خب این دیگه خیلی سوال چالشی هست حقیقتا. خب ببینید چیزی که کم علاقه های شخصی آدم هم دخیل هست دیگه، یعنی من شخصیتا آدم خیلی برونگرایی هستم. دوست داری دیده بشی؟ ذاتاً آره اینو دوست دارم، ولی نه به هر قیمتی. من خیلی راحت میتونم محتوایی رو بذارم که خیلی ایمپرشن بگیره، ولی به هر قیمتی باید این کارو بکنم. این کار نمی‌کنم، یعنی با مخاطبم بازی نمی‌کنم، با هیجاناتش بازی نمی‌کنم، هیجان اونو ابزاری برای ایمپرشن و انگیجمنت گرفتن خودم قرار نمیدم. به قیمت این که این نقدها بهم وارد بشه، تحلیلی که میذارم نمیبرم به سمت و سویی که رنگ و بوی سیگنال بگیره. این نقدها به هم وارد میشه، ایمپرشن هم میاد پایین، خیلی آنفالو میکنن، خیلی ها دیگه نمیبینن چون چیزی ازش دستگیرشون نمیشه. ولی و اینکه میذارم هم دلیلش اینه که هم اینکه دوست دارم واقعا اون ایده ها رو شیر کنم. بچه‌هایی که حرفه‌ای هستن میفهمن من چی دارم میگم. بیشتر سعی میکنم یه جوری باشه که اون بچه‌ها که حالا تخصصی تر حرفه‌ای تر کار میکنن اونا همه میفهمن و ایده‌هاشون رو با هم به اشتراک یه جوری الان توجیه نیستش تو این فضا که داری میگی اینا. آره خب من یه سری آدمی که میدونم میفهمن اینا براشون مثلا میذارم فقط مخصوص اونا. خب یعنی من آدم عادی دیگه تو رو فالو نکنم؟ عرض کردم نه، بالاخره خب کانتنت فقط چارت نیست دیگه، کلی کانتنت متنوع دیگه بالاخره راجع به بازار کلی آدم میتونه صحبت کنه، روندها، حال و هوای بازار، اتفاقات بازار. خیلی وقتا صحبت‌ها به این شکل هم هست که کاملا برای همه قابل درک و همه مشارکت میکنن، ولی روی بحث چارت ها خیلی وقتا پوینت های خیلی ساده، حتی آموزشی، حتی چارت های بدون نام میذارم که اصلا مشخص نیست این نمودار چه چیزی هست تو چه تایم فریمی که خیلی دیدم اونا رو اونا پوینت آموزشی توش داره، حتی سوال میپرسم، به این شکل سعی میکنم باشه. حالا حقیقتا میگم این نقدها به جا هست که وارد میشه به آدم، ولی اون احساس مسئولیت هم مانع این میشه که، یعنی به خصوص توی بولران قبلی اتفاقات تلخی بعضن میافتاد. حالا هم خیلی ببخشید بین کلمات مسئولیت آموزش رو دوش خودت میبینی؟ والا همه خیلی از من انتظار دارن که بیشتر تو زمینه آموزش فعالیت بکنم، ولی هم این که من ترجیح میدم اون تایمی که بخوام اگر به کسی آموزش بدم خودم برم آموزش ببینم، یعنی بیشتر دوست دارم به این شکل باشه. خیلی کم زکات علمتو نمیخوای بدی؟ خودم اصلا در اون جایگاه نمیبینم که بخوام به کسی آموزش بدم. قد اساتید با سابقه و حرفه‌ای هستن که الان در حال حاضر دارن آموزش میدن. همیشه داشتم آموزش خیلی کوتاه و کم، هر از گاهی آموزش‌های کوتاه و کمی، حالا بعضی وقتا خصوصی بوده، کارگاه‌هایی مثلا برای سازمان‌ها بوده برگزار کردیم، به این شکل بوده، ولی ترجیح میدم عزیزان دیگه‌ای که خیلی با سابقه‌تر، حرفه‌ای‌تر، با دانش‌تر هستن. ببین یه عارضه‌ای که ما درگیرش هستیم به خصوص تو فضای شبکه‌های اجتماعی بحث سیگنال فروشیه.
تو فکر می‌کنی چجوری میشه از این فضای سیگنال فروشی رهایی پیدا کرد، به خصوص موقعی که یک موج میاد وارد میشه، به خصوص دوباره مثلا الان بحث ETF بیت کوین الان مطرحه، قیمت بیت کوین دوباره رفته بالا، یه سری آدما از پستو اومدن بیرون دارن سیگنال میفروشن. میخوام ببینم چجوری میشه با این موجه و با این موضوع سیگنال فروشی مقابله کرد. ببینید بحث سیگنال فروشی بیشتر همه به اون سمت عرضه، یعنی اون سمتی که یه نفر کانال سیگنال زده و داره سیگنال ارائه میکنه همه توجه میکنن، کمتر به این سمت تقاضاش کسی توجه میکنه که ببینید تقاضا و نیازی وجود داره که این همه کانال سیگنال با این همه یوزر دارن پول میدن که سیگنال بگیرن. یه چه نیازی وجود داره؟ نیاز اینها به کسب درآمد از این بازاره. یعنی یه عالم آدم هستن که نیاز دارن درآمد از این بازار داشته باشن. حالا درآمد هم به صورت میتونه سرمایه گذاری بلند مدت باشه که خب الان خیلیا سرمایه گذاری دارن رو کریپتو، هم میتونه به شکل معاملات کوتاه مدت‌تر، حالا در تایم فریم های روزانه ساعتی اینها باشه. پس این نیازه وجود داره که اینها در پاسخ به این نیاز انقدر فعالانه دارن کار میکنن و سودم میبرن. یعنی با این که خیلی وقتا سیگنال های ناموفقی دارن، اصلا راندمان پایینی داره اون کانال ها، همچنان یوزراشون هستن دارن بهشون پول میدن. به نظر من بیشتر ما باید به اون نیازه توجه بکنیم. خب یه نیازی وجود داره. خب یه آدمی مثل امثال تو که میتونه مثلا این نیازه رو تا حدودی برطرف کنه، بیاد وارد چالش بکنه خودشو با این آدم‌های معمولی یا آدم‌هایی که دوست دارن بیان وارد این فضا بشن و سودی ببرن، شاید خودشون رو تو این فضا دارن کنار میکشن و فضا رو برای آدم‌هایی که سیگنال فروشی میکنن باز میکنن. من یادم تو یه گروهی بودم، چون دنبال میکنم تو فضاهای مختلف میرم ببینم چه خبره، یک نفری اومد گفت که آقا من تازه از صبح مثلا یه مسافر کشی کردم، اومدم الان چی بخرم، اومدم الان بعد از ظهر اومدم خونه میخوام الان چی بخرم، فلانی الان چی بخرم. حالا اون آدم بعدی هم نبوده، ولی نکتهش اینه که الان یه دغدغه جدی وجود داره تو این فضا که آقا میگه من باید یه سودی میخوام تو این فضا ببرم. چی کار باید بکنه این آدمه؟ ببینید هم بخشی از این نیاز رو میشه با همون آموزش که شما فرمودین کاور کرد. خب یعنی آقا نیاز داره بیا تو این بازار معامله کنه سود کنه، خب باید بره آموزش‌های مورد نیاز رو ببینه، زمان بذاره، تجربه کسب کنه، سرمایه اولیه وارد بکنه، بعد سرمایه اولیه رو از دست بده، بعد دوباره یه سرمایه وارد بکنه، چند سال بگذره تا این آدم بتونه از این بازار سود کسب کنه مستمر. این پروسس معامله گری به زبان خود چند بار سرمایه دست دادی؟ خیلی زیاد، عددهای خیلی زیاد، خیلی با اشتباهاتی که کردی تو معامله. بله کاملا، یه چیز طبیعی هم هست. هم بحثای روانی، هم بحثای حالا ممکنه اون زمان ضعف دانش بوده، ضعف تحلیل بوده، ضعف توی مدیریت روانی، مدیریت سرمایه بوده. من خیلی سرمایه های زیادی از دست دادم. آخرین باری که یه سرمایه گنده از دست دادی کی بوده؟ سر اشتباه تاکتیکی که سر فکر میکنم مثلا 1 سال پیش بوده، 1 سال پیش فکر میکنم بودن، دقیق خاطرم نیست. ولی هم پس با اون آموزشه میتونیم ما بخشی از نیاز رو کاور کنیم و اینکه آگاهشون کنیم که آقا شما اگر میخوای از این بازار درآمد کسب کنید لزوما ترید پاسخ مناسبی به این سوال نیستش، به این سمت و سو سعی کنید نیا. یعنی باید آگاهی سازی کنید و اگر داری میای باید بری خودت یاد بگیری، نری پشت دست دیگران، چون اون دیگران کپی تریدینگ رو رد میکنی. باز کپی تریدینگ خیلی شفافتره نسبت به بحث کانال‌های سیگنال، چون شما هیستوری در اون فرد رو، هیستوری که قابل تغییر هم نیستش رو توی اون پلتفرم میبینی، ولی همچنان اونم پیچیدگی خاص خودش داره. همه اینا یه حداقل آموزش هایی نیاز داره، یه حداقل مهارت هایی نیاز داره. خود کپی تریدینگ بحث مدیریت سرمایه‌اش توش مهمه، چون بعد یه استراتژی مدیریت سرمایه اونجا تعریف کنی برای اون کار کپی تریدینگ که می‌خوای انجام بدی. خود اون هم نیاز به آموزش داره. یه نفر که بخواد بره آموزش ببینه بعد چی کار بکنه؟ متاسفانه نداریم خیلی منابع آموزشی، بیشتر آفلاین هستن دیگه. یعنی استاد و کلاس حضوری خیلی کمتره
حالا منابع رایگان و غیر رایگان به صورت حالا هم پکیج هست، هم یوتیوب هست، هم کانال های تلگرام هست، انواع و اقسام هستن که حالا کمیت کیفیت هاشون هم خب این خوب و بد بودنش و این درست بودن و درست نبودنش و طرف از کل کسی که میخواد شروع بکنه ممکنه هم اول یه سرچی بزنه یه چیز بی ربطی به دست، یعنی اون طرف تازه میگه من دوست دارم آموزش ببینم ولی داره مسیر اون آموزش اشتباه میره، چی کار بکنه؟ ابهام داریم ما تو این زمینه. دلیل اصلیش هم اینه که حالا به طور کلی معامله گری باز یه کمی آموزشاش بیشتر وجود داره ولی خود بحث بازار کریپتو آموزش رسمی خیلی براش وجود نداره، چون اصلا رگولیشن این آموزش رو اجازه نمیده. یعنی شما بخوای بری آموزشگاه صرفا تخصصی برای کریپتو بزنی اون بحث مجوز داره. چون همچین آموزشگاه‌های رسمی مشخصی ما نداریم که اساتید حرفه‌ای کار درستی رو بیارن، افراد اگه کسی هم میخواد آموزش ببینه بعد دست به دامن اون آموزش‌های متفرقه و حالا بعضیا خوب، من خودم هم خیلی استفاده کردم از همین آموزش‌های رایگانی که وجود داره، خیلی هم بعضیشون برای من مفید بوده ولی همون فضا مبهمه، نقشه راه خیلی وقتا براشون وجود نداره که اصلا چی کار باید بکنه، از کجا شروع کنه. همینم که اون آموزش‌ها معلوم نیست کیفیتشون تو چه سطحیه. من برای سوال آخر میخوام ازت بپرسم، اگه یه نفر من الان میخوام بگم من 0 کیلومتر میخوام وارد این بازار بشم، اولین چیزی که بهم میگی چیه؟ من این سوال رو خب خیلی از من تو این سالا زیاد پرسیدن. همیشه اولین جمله‌ای که میگم اگر کسی میخواد به هر شکلی وارد بازار کریپتوکارنسی بشه، میخواد بره سرمایه گذاری کنه، معامله کنه، ماینینگ کنه، هر کاری تو کریپتو میخواد انجام بده، دروازه ورود به کریپتو به نظر من شناخت بیت کوینه. یعنی اول باید خیلی خوب بیت کوین رو بشناسه، چرا به وجود اومده، چه جوری کار میکنه، چه نیازی رو داره رفع میکنه، چه تفاوتی با خیلی از در واقع حالا سیستم‌های مالی که قبلا داشتن داره. اول بیت کوین رو خوب بشناسه، در اون مسیر شناختن بیت کوین خودش با مفهوم بلاک چین و بحث دیسنترالیزیشن یعنی عدم تمرکز آشنا میشه، اتوماتیک میفته توی این مسیر. اینها رو هم باید خیلی خوب بشناسه، بعد راه خودش رو انتخاب کنه، بگه آقا مثلا من اومدم تو کریپتو الان میخوام برم سمت NFT ها، میخوام برم به این حوزه ورود کنم، بعد بره آموزش‌های تخصصی تو اون حوزه رو ببینه. حالا از منابع انگلیسی هم خیلی میشه استفاده کرد. مثلا اگه میخواد بیاد حالا تو بحث معامله گری، بره اون مسیر معامله گری رو ادامه بده، ولی اون بیس فنی و فاندامنتال یه حد اقلی رو باید هر کسی میخواد هر کار کوچیکی بکنه توی کریپتو باید اونا رو بدونه. حد اقلش اینه که مفهوم تراکنش رو درک کرده باشه، بدونه که والت چیه، چجوری باید رمزارز رو نگهداری کنه، بحث امنیتی رو خیلی خوب بدونه که اصلا ریسک بزرگ بسیاری از کاربرای ماست که والت دارن، حساب صرافی دارن، اصلا نمیدونن که بعد اصلا نمیدونه 24 کلمش کجاست. بله. یعنی یا تو فایل ورد سیو کرده روی کامپیوترش رو گوشیش اسکرین شات گرفته، یعنی ساده ترین مباحث امنیتی رو اصلا نمیدونن. حتما این مباحث عمومی پایه‌ای رو خوب مسلط بشن، بعد اون حوزه‌ای که میخوان فعالیت کنن رو انتخاب کنن و برن آموزش‌های تخصصیشون. نرگس مرادآبادی عزیز، متشکرم از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادید، دعوت ما رو پذیرفتید. خوشحال شدم. متشکرم ازت. مرسی، خدا نگهدار.